سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای معلوماتی از چینل ما خوش آمدید. خواستیم یک سلسله از ویدیوهای کوتاه را در چینل خود شروع کنیم که ضمن زی ویدیوهای کوتاه یک سلسله مسائل حقوقی و معلومات حقوقی را راجع به حقوق اساسی افراد در قانون اساسی آلمان به خدمت شما بگذاریم. امیدوار هستیم که این معلومات مفید واقع شود و دوستانی که معلومات کمتر دارن یا شاید که معلومات نداشته باشن در رابطه با حقوق اساسی شان، بخصوص کسایی که در آلمان زندگی میکنن در قانون اساسی، بتانن از این ویدیوهای ما فایده از این را ببرن. به نام خدا شروع میکنیم به معلومات حقوقی خود از این بخش. حقوق اساسی افراد در قانون اساسی آلمان. قانون اساسی آلمان با ماده اول که شروع میشه در رابطه به کرامت انسانی هست. کرامت انسانی از تعرض مسئول است. این موضوع اصلی ماده اول قانون اساسی آلمان است. ماده اول قانون اساسی آلمان مهمترین ماده این قانون است. کلیه حقوق اساسی دیگر مربوط به این ماده می باشد. در این ماده آمده است همه انسان ها با ارزش و مهم هستند و از کرامت انسانی هر شخص باید محافظت شود. فرق نمی کند که فرد جوان یا پیر، فقیر یا ثروتمند، شهروند آلمان یا پناهنده باشد. پس دیدیم که ماده اول قانون اساسی آلمان تأکید بسیار زیاد داره در رابطه با کرامت انسانی و که کرامت انسانی از هر گونه تعرض مسئول است. یعنی در آلمان انسان بودن مهمترین چیز هست یا حفاظت از کرامت انسانی هم بسیار مهم است. و به قسم پیش میریم. ماده دوم آزادی های فردی را بیان میکنه. متن قانون تاکید داره بر که هر کس حق دارد تا آزادانه و طبق شرایط خودش زندگی کند و زندگی خود را توسعه دهد، البته تا زمانی که حقوق دیگران، نظم و حدود مندرج در قانون اساسی یا موازین اخلاقی را نقض نکند. هر انسان حق دارد بدون هر نوع آزار و اذیت جسمی و روحی زندگی کند. آزادی فردی غیر قابل تعارض است. مداخله در این حقوق صرف مطابق به قانون ممکن است. این ماده حکم می‌کند که همه در آلمان آزاد هستند. هر کس می‌تواند همان طوری که می‌خواهد زندگی کند، اما هیچ کس نمی‌تواند طور زندگی کند که باعث نقض حقوق دیگران یا قوانین نافذ کشور شود. به طور مثال افراد سیگریتی می‌توانند در خانه خود سیگرت بکشند، اما شما می‌توانید آنها را از سیگرت کشیدن در ایستگاه قطار یا سایر ساحات عمومی منع کنید، زیرا این امر باعث می‌شود حق دیگران برای داشتن هوای تمیز نقض شود. ماده دوم همچنین حکم می‌کند که هیچ کس حق کشتن و یا مجروح کردن شخص دیگری را ندارد. به این منوال پیش میریم. یک ماده دیگه از قانون اساسی آلمان هم برای شما به خوانش میگیریم. ماده سوم مساوات در برابر قانون. همه در مقابل قانون برابر هستند. ماده سوم حکم میکند که همه افراد از حقوق یکسان برخوردار هستند. هیچ فرد نباید به دلیل جنسیت، نسب و تبار، زبان، عقیده و دین، رنگ پوست، گرایش جنسی یا به دلیل ناتوانی مورد تبعیض قرار گیرد. وظیفه دولت مواظبت از افراد در برابر هر نوع تبعیض به عنوان مثال در بازار کار یا هنگام جستجوی خانه است. صاحب خانه ممکن است به عنوان مثال به دلیل مهاجر بودن یک زوج یا فامیل غیر آلمانی را به عنوان مستاجر قبول نکند که این امر تبعیض بوده و وظیفه دولت جلوگیری از آن است. یعنی در آلمان هیچ گونه تبعیض قابل قبول نبوده و جای ندارد. ماده چهارم آزادی دین و عقیده. آزادی ایمان، وجدان و آزادی اظهار عقیده مذهبی و جهانبینی مسئول از تعارض است. در این ماده آمده است که در آلمان همه ادیان مجاز هستند و همه افراد می توانند به دین و مذهب انتخابی خود ایمان داشته باشند.
همه می توانند به صورت دلخواه خودشان عبادت کنند و هیچ کس نمی تواند مزاحم عبادت کردن کسی دیگر شود. درست مانند ادیان، جهانبینی افراد نیز محافظت می شود. هر کس می تواند آنچه را که می خواهد باور کند. ماده 4 همچنین حکم می کند که هیچ کس نباید مجبور به اشتراک مسلحانه در جنگ گردد. به این منوال پیش میریم. یک ماده دیگر هم به خوانش میگیریم. ماده 5 آزادی بیان و آزادی مطبوعات. در این ماده آمده است که نخست، هر فرد حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله گفتن، نوشتن و تصاویر بیان داشته و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است معلومات کسب کند. این ماده همچنان حکم می‌کند که آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار توسط امواج صوتی و تصویری تضمین می‌شود و سانسور صورت نمی‌گیرد. البته قابل ذکر است که در رابطه به آزادی بیان 2 موضوع باید گفته نشود. اول دروغ و دوم توهین به افراد و اشخاص. یعنی فرد در آلمان آزاد هست که هر چیزی که میخواهد و هر طوری که فکر میکنه او را بیان کنه، به استثنای این که دروغ بافی کنه و یا این که با گفتار خود و با بیان خود سبب توهین و تحقیر اشخاص دیگه شود. یعنی این 2 موضوع هم به مو شکل که آزادی بیان و آزادی مطبوعات در آلمان تضمین شده، اظهار دروغ و اظهارات دروغ و همچنان توهین و تحقیر به اشخاص و افراد هم منع شده است. ماده 6 ازدواج و خانواده. در این ماده آمده است که ازدواج و خانواده تحت حمایت ویژه قوانین دولت قرار دارند. پرورش و آموزش کودکان حق طبیعی پدر و مادر و عمده‌ترین وظیفه آنهاست. مجموعه دولت بر نحوه اجرای آن نظارت دارد. هدف از مجموعه دولت ادارات و مؤسسات هست که در این زمینه عهده‌دار هستند و دارای مسئولیت و صلاحیت می باشند. جدا کردن کودکان از خانواده علیرغم میل کسانی که واجد حق تربیت آنها هستند تنها به موجب قانون امکان پذیر است. آن هم مشروط به این که اولیا از عهده وظایف خود بر نیایند و یا کودکان به دلایل دیگر در خطر اهمال و بی‌توجهی واقع شوند. هر مادر حق دارد از حمایت و مراقبت جامعه بهره مند شود. به همین صورت کودکان خارج از نکاح باید قانوناً برای تکامل جسمی، روحی و موقعیت اجتماعی خود از همان حمایت برخوردار باشند که کودکان حاصل از نکاح از آن بهره مند هستند. میریم ماده بعدی را هم به خوانش میگیریم. ماده 7 آموزش و پرورش. نظام تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت است. والدین و یا سرپرستان قانونی کودکان صرف در مورد اشتراک آنها در صنف‌های دینی حق تصمیم گیری دارند. ماده 7 حکم می‌کند دولت بر مکاتب و سیستم آموزشی نظارت دارد و در این مورد قوانین وضع می‌کند. مکاتب خصوصی نیز باید این قوانین را رعایت کنند. در آلمان تصویب قوانین در بخش مکاتب و سیستم آموزشی از صلاحیت‌های حکومت‌های ایالتی است. البته در رابطه با حکومت‌های ایالتی و صلاحیت‌هایشان هم در ویدیوهای بعدی معلومات کافی و معلومات حقوقی کافی برای دوستا ارائه خواهیم کرد. به همین دلیل است که نظام آموزشی و سیستم مکاتب در هر ایالت متفاوت است. در این ماده همچنین آمده است که هیچ کودکی مجبور به اشتراک در صنف‌های علوم دینی نیست. والدین می توانند تصمیم بگیرند که آیا فرزندشان در کلاس‌ها یا صنف‌های آموزش دینی شرکت کنند و یا خیر. این امر در مورد معلمان نیز صدق می کند. هیچ معلمی را نمی توان مجبور به آموزش دروسی دینی کرد. خب به همین منوال پیش میریم. ماده 8 به خوانش میگیریم. ماده 8 آزادی اجتماعات.
همه شهروندان آلمان حق دارند بدون اطلاع قبلی و یا اخذ ثبت مجوز به صورت مسالمت آمیز و بدون صلاح در تجمعات اشتراک کنند. در تجمعاتی که در فضای باز برگزار می شود، این حق ممکن است به دلایل قانونی محدود شود. در این ماده آمده است که همه شهروندان آلمانی می توانند در تجمعات شرکت کنند. منظور از گردهمایی و تجمعات جمع شدن گروهی از افراد است که یک هدف سیاسی مشترک را دنبال می کنند. بنابراین جمع شدن گروهی از افراد که در محفل با هم می رقصند یا در تئاتر نشسته و نمایش را تماشا می کنند تجمعات گفته نمی شود. و ماده آخر هم به خوانش می گیریم. ماده 9، آزادی تشکیل انجمنها، شرکتها و گروهها. همه آلمانی ها حق تشکیل انجمنها و ائتلافها را دارند. تشکیل جمعیت هایی که اهداف و فعالیت هایشان ناقض قوانین کیفری، قانون اساسی و یا برخلاف قوانین قضایی بین المللی باشد ممنوع است. حق تشکیل کانون های صنفی یا اتحادیه های صنفی و منظور حفظ و بهبود شرایط کاری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه ها تضمین شده است. توافقاتی که این حق را محدود کنند و یا مانع آن شوند به اعتبارند و هر اقدامی در این راستا غیر قانونی است. خب تشکر از توجهتان دوستا. در این ویدیو قسمی که شما هم دیدین و شنیدین 9 ماده نخست قانون اساسی آلمان ما به خوانش گرفتیم که تاکید داره به حقوق بنیادی افراد، کسایی که در آلمان زندگی میکنن. امیدوار هستیم که این ویدیو طرف توجه شما قرار گرفته باشه و ویدیوهای بعدی را هم که در این بخش آماده میسازیم و در اختیار شما قرار میدیم، امیدوار هستیم که اونا را هم شما تماشا کنین و از اونا هم مستفید شوین.